سلام. ویدیوی همینطوری برو بریم. You are my sunshine. You are my از جایی که با سلام علیک کردین اینو مقدم از کادر خارج شد کن. اوکی؟ آره بریم کافه و فیلم بردارمون که محمده و کانال هم اسمونه ایده ای نداره. من پلاک مردم شیعه سانسور کنم. آقا من میذارم اینا، برید استعلام بگیرید. میخوای من بذارم؟ ها؟ میخوای من بذارم؟ چیو؟ نه بیا ببین آقا اینا رو برید اسکن کنید استعلام بگیرید. بذار یکم من بیفته از دستم بیفتم. سلام. چرا فلش این روشن؟ نمیدونم یهو چرا فلش رو روشن کردی ولی میخوای بریم؟ نمیتونست بگی بریم آقا بریم فرصت نظر ببخش. سلام. ما فیلم برداریمون یکم عوض میشه. فیلم بردارم او کافی شاپ حتی اینجا کافی نیست. من فکرم اصلا نمیدونم چرا میلرزه. بچه تو کامنت ها محمد ریشتشو بزنه. صدات نمی بلند طرف میکروفون احساس من باید میگیره داشتیم الان تو نیاوردی متاسفم. نه آجی پشمام این چرا این شکلیه؟ چه ترسناکه. یا در رابطه با یا ظاهر دیگران خیلی نداره. ظاهر من بابا ظاهر نیست. من بچه باشم میبینم خانه میکنم نیاز کن. چه اون سگا بوده؟ چه سگای نگهبان همونه. بچه میزنه زیر گیش. اوه یکی من خونه خواهی کردم این چرا شکلیه. بذاریم سلام کنیم. سلام آجی خسته نباشی قربونه داداش. باش ایوه ما خیلی منطقی تصمیم گرفتیم که تا استقلال اومدیم. پرند به مال ماله ولی خب انقدر به مال بریم فیزیوتراپی مرکزی پرند اون بره. فیزیوتراپی بریم حاجی دشمای این ویدیو نقش است فقط دارم پلاکای مردم رو میگیرم واسه شون جریمه رد کنم. هر کی ماشینش تو این ویدیو جریمه رد شد واسه رفت. میخوای منم ازت بگیرم؟ تموم. آره ما اساس اونجوری صورتم. سلام. ما به نظر تو این صورتته خیلی یه لبخند یه چیزی بزن. میخوای عقب بیام من؟ عقب یه دقیقه اینو بگی من دکمه کیرم. یه سوال اینا رو ادیت میکنی؟ نه همین کدوم میذاره. نه منظورم اینه که دلقش همینطوری میشه حالشو داری ادیت کنی یا نه؟ مثلا من باید تو یک سال دیگه منتظر باشم تا ویدیوش بیاد. 50-50. خب بچه احتمالا این ویدیو رو نخواهیدی. دوستان این ویدیو اصلا جزو برنامه کانال نیست. کیفیتشو ببینید. میکروفون اینا هنوز اوکی نشده. دوربین اوکی نشده. صدای باد خیلی داره میاد. اونا رو خود دینویزینگ میکنم اوکی. ببین هر داریم میلرزیم الان تو ویدیو داریم میلرزیم. رعشی افتاده بهت. دقیقاً. و سوای اون ما گیمبال میخوایم. آره صرفاً چون تو کانال محمد اعلام کردش که محمد گفتش که قرار من یه برنامه یوتیوبی رو شروع کنم. چیز خفن در بیاد و فلان اینا.
بعد منم سعی خرج کردم ساخته. مجبورش کنم که خب حاجی بیا مثلا به عنوان شروع یه چیز یهویی بگی. حالا ایوه. نمیدونم خودش راضیه یا نه. آره من دستم چی میگن سیستم تعلیق مرسدس بنزه. وایس استابلایزر. آره ویدیو رو الان دیدم. میری آره الان میری تو ادیت انقدر تکون خورده. این سیستم تعلیق نبود. سیستم لرزش بود. خب حاجی دست گیمبال البته این گیمبال نیست ولی گیمبال گرونه. آره ولی شاعرانه رد شدن تو برگاش. آره ببین میخوای این شکلی بگیرم. وایس میخوای دوش رپر مملکت. رپرم هم که کجا رپ کرده بودی؟ این است تو اونجا. انگشتتو یه خانومی اومد از من فیلم گرفت. اون خانومی که از من فیلم گرفتی لطفا اون فیلمو پخش نکن، منو میام میگیرن. بریم سلام. ظاهرا ترانزیشن. خب آقا ترانزیشن رو حال کنیم، ما از اونجا ترانزیشن خورده میبرم نمیشه. به خدا خب بذار ما هم ازت فیلم بگیرم. نیا تا اونجا چقدر فاصله داریم ما؟ همینقدر. بریم مثلا بریم. الان نگاه میبینم آره سرویس سینمای خدمات. چرا تاریکش بریم حاجی دستم خیلی میلرزه. اونجا رو بگیر، ما از اینجا رسیدیم اینجا. ببین خیلی پیاده اومدیم از ببین سیتی سنتر کجا بودش؟ ما الان داریم بریم سمت اونجا. شاید اون مردم جدیدن خیلی نگاه میکنن، قبلا زیاد نگاه نمیکردم ویدیو میگرفتیم. شاید براشون عجیبه. نه اتفاق چیزی افتاده میبینن. اینو بگیر من براشون توضیح میدم. نکنین این که یوتیوبر رو میبینی، یوتیوبر هم آدم هست. یوتیوبر داریم تو فرنگ؟ نمیدونم سر همینه چون ما یوتیوبر نداریم نیستش تو فرنگ. آخه پرن هیچ کسی نداره که بخواه مثلا یوتیوبر بیاد داخله. چرا داریم یکی داریم ولی گیمینگه، داریم ولی گیمینگه اکثر. نه این که مثلا بلاگ بگیریم اینم در واقع بلاگ نیست. نه بابا میشه بلاگ اسمشو گذاشت بلاگ؟ ولاگ دیگه داری چیکار می‌کنی؟ بری بلاگ بیرون. علافیه. آره الو ولاگ پوینتلسه. پوینتلس. آره یه تو ایرانیشو گفتی من خارجکیشو گفتم. یو الان از اینجا میفهمی که چوسیش نیست داره. واسه بریم پرناش چوسی به نشون میدن. الان مثلا میخوای بریم بچه قرار بریم پرنمال کافه 100 مطمئنم شما میخوای ماشا سفارش بدی؟ نه رپر مملکت آجی خیلی خوب شد. ولش کن خیلی خوب شد جون. یا سیس گنگی بگیر. سیسه گنگ چجوریه؟ سی گنگی لش شو گفتم بابا چرا اینگاه رقصش شد. گنگ لش نیو شلوار گشادم پام نکردم. بیا اینو بگیر. بابا نه بازش نکن بذار خود ببینیش. میدونیم کار چی خوبه موهام بلند باشه. اوکی الان نه این اصلا اوکی نیست. اوکی. پیاده‌رو هم بس. بابا اوکی به خدا بازش نکن. موهام خراب شد. کافه قشنگی بود. آره. بریم اینا به نظر گرون میرسه. نه اویل نکنم. این الان واقعا قلیون هم داشت. بریم آجی جدی بریم اوکی بود. یه جوریه تو. چه جوریه؟ جدی خواهی بریم؟ بریم ما بریم ولی یه مانند نداره. همه دختر بریم چیکار کنیم؟ بریم بزن به دریا. بریم آیتیمایی نیروز رو میخوای الان فیلم برداشت کنیم؟ نه نه؟ باستا
داشت فیلم میگرد. آقا گرون نیست اوکی. میخوای مطمئنی میخوای بریم؟ نمیدونم. نه بریم هم پرندارلش. نه بریم تو قشنگ بود. میخوای بریم همون هم این؟ این جفتشو هم این کافه بگیم همون کافه بریم همون کافه. نه فرق سر. خب ماجرا از این قراره که ما کلی ویدیو گرفتیم. آره. ولی پرندمال به ما گیر داد. پرندمال به ما حمله کرد به صورت وحشی، فجیع و وحشیانه. و گفتن که مثل اینکه نمیتونیم فیلم برداری کنین و تابلو زدیم، ولی دیگه طبق قوانین و دیگه سرپرست اونجا یه خورده اینورتر نور رو دارید، نور رو بگیر با خودت نور رو بگیر. آره. بعد مثل اینکه الان در واقع تصمیم گرفتیم هر مکانی که میریم ازشون اجازه بگیریم برای فیلم برداری اینا، برای یوتیوب. همه جا همین جا دیگه، فقط کسی نیفته. ببین پرندمال باید میزد. یه پرند این حالتیه ولی مثلا داخل شرایط اوکی. این عملاً پالادیوم اصلا اتفاق نمیفته. بابا داخل لرستان میگن لرستان زدن. نمیدونم. ولی چی داشتم؟ آها. هیچ تابلویی نزده بودن. 3 ساعت اونجا من نشستم یارو به حرف گرفتم میدونم لگی مبنی بر اینکه فیلم برداری ممنوعه. من از سرپرست اونجا اگر داری ویدیو رو تماشا می‌کنی خواهش می‌کنم که یه تابلوی یه چیزی بذار که فیلم برداری عکس برداری اینا ممنوعه، یعنی باید با هماهنگی باشه. ما نمیدونستیم، اومدیم هم پایین، سکیوریتی هم حتی بهمون گفتش که آره باید با سرپرست هماهنگی کرده. و ما تصمیم گرفتیم که بیایم یک کافه خیلی خفن و خوشگل، منتها چون نباید تصویر کسی بیفته به جز خود دوتا. آره نمیتونیم. آره میتونیم نشون بدیم، ولی یه جای خیلی خوشگل و آقای بسیار مهربون، یه حوضی داره، یه آقای بسیار مهربون، اینجا رو پاک کن. نه چیزه اوکی سانسور میشه. یه آره یه سانسور میشه. بعد دیگه چی باید بگیم؟ اوکی همش. آره اوکی سالمه. آره خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد، فقط فیلمایی که از پرندمال گرفته بودیم پاک شد. پاک نشد. من یه سری قطعات شاید مونده باشه، ولی قول میدیم پخش نکنیم دیگه، درسته؟ نه من قول نمیدم. نه بیا قول راجی دردسر میشه قول. نور اینجا رو کلتو ببین بعد. آره نور اینجا رو بعد اوکیش می‌کردیم، ولی ترجیح میدیم که نباشه. 9000 تومان میخوام پول بدم برنگردونه. میتونین شکایت کنید. البته الان اگر براتون سواله، ما داریم سعی می‌کنیم فوتیجایی که توی پرندمال گرفتیم رو برگردونیم. ممکنه غیر قانونی باشه، ولی خب چون کانال واسه محمده نباید اسم کنیم باشه. آره اسم محمد دیگه. من یه ویدیو اسم کامل من گفتم داخل. آها سر همون ما فعلا کاری نداریم. آره ما در رابطه با کافه الان می‌خوایم صحبت کنیم. نمیاد. مسئوله این مسئوله. مشکلی پیش نمیاد. الان آره از وقتی که بهمون گیر دادن شما خودت توضیح بده. من الان دارم کار خیلی حرفه‌ای. آره ما الان از وقتی که بهمون گیر دادن ممکنه صدام بد بیاد. ببخشید. ما الان درگیر اینیم که هی از افراد اجازه بگیریم که آیا میخوان توی ویدیومون باشن یا نه. و کار خیلی طولانی و پیچیده‌ایه. یکم سخته که هی بخوایم اجازه بدیم که تو ویدیو باشن. آره ما تصمیم گرفتیم که بیایم یه جایی که باز حالا بهتره. یه کافه الان اومدیم. اسم کافه‌ش چیه؟ هانتر. اسم کافه‌ش هانتره. یه کافه خیلی خوشگل و بولیه. مسئولشون بسیار عالی. آره مثلا پنجون من تا حالا خیلی بولی و خوشگل و فلان. آقا این آیده اینستاگرامشون هانتر فست. هم کافه است هم فست فود. کافه فست فود، کافه رستوران یه جورایی. کافه فست فود. در حال خروج و در حال خود نمیخواد بگی به خود. نه من میخوام بگم در حال خروج و دیگه از کافه صاحب کافه هی توفق دارم میگم. آره من هنوز افکت گیر دادنه رو مونده. من میگم که از صاحب کافه هم یه تشکر کنیم دیگه، بالاخره زحمت کشید.
یه حالی هم به تو دادش، یه حالی هم به من داد. ویدیوهاشون رو فقط خودشون درست میکنن، خیلی خوبه. گیرون این چیز میبینی کیفیت دوربین ها چقدر؟ نه با امکانات کم داریم شروع میکنیم دیگه. امکانات زیاده، فقط مثل تو خونه. آره خب نمیتونیم بیاریم. ما تو خونه استودیو داریم، داخل بیرون پیداییم. آره وسیله و لوازمانی نمیشه و بیرون، مخصوصا اینجا. با توجه به چیزایی که خود مسئول ترانه‌ام گفته، ببین چیز اشتباهی نمیگفت، ولی این که در رابطه با تابلو و این که نه لحنش خیلی بده. نه این که میگه تمام پازاژا نه لحنش بده. من ببین من کاری به لحنش ندارم، بالاخره سرپرست دیگه باید حواسش به همه چی باشه. چرا اینطوری حرف میزنم؟ ربطی نداره، ولی این که میگه تمام پازاژا، من یارو بیمارستان بود، من بازی گفتم لحن چرا اینطوریه. الان میگه نه ربطی نداره. این که میگه که تمام پاساژا نمیذارن فیلم برداری کنین و اینا، نه پاساژ دیگه ببین بدتر از آلومینیوم نداریم که پلاستیکو چه میدونم اصلا اینا رو ول کن. یه جایی که ولاگ بشه خوب یه پاساژ نیایش پالادیوم اینا راحت میتونید فیلم برداری کنید، هیچ گیری هم نداره، هیچ اجازه‌ای هم لازم نیست بگیره. سطح تفکر به نظرم خیلی تفاوت داره. آب درسته؟ آب تهرانه؟ خونه خالیه دیگه بس ضبطه حواسم. آره هی چون مشتری میاد میاره. آره ما میگم هی قطع میشه مثلا این فوتیجای مختلف. الان مثلا این فکر کنم یه 6 گیگ ویدیو تو گوشی منه فقط که هی چون مشتری هی میاد و میره ما مجبوریم که پاس کنیم چون ازشون اجازه نگرفتیم. به نظرت این ویدیو اگر مثلا ریلز بشه بره اینستا چقدر ویو میگیره؟ 50K یا 50 تا؟ کی نکنه 50 تا 50K نگو 50 تا. یه چیز جالب دیگه هم که من اینجا دیدم و تو کافه‌های کمی دیدم این بودش که ما خب قرار بود بیایم اینجا ویدیو بگیریم و اینا. خب با ساب کافه هم طبق تجربه 20 دقیقه پیشمون تصمیم گرفتیم باش هماهنگ کنیم و اینا. اصلا خودش می‌خواست یه اتاق مخصوصی رو می‌خواست بده که بریم چیز کنیم که گفتیم نه تو حیاط باشه یه فضای بازی باشه، شما فضاشو نمیتونید ببینید به خاطر همون محدودیتایی که وجود داره عملاً. سر همون ترجیح میدم که خودتون بیاین ببینین لذت ببرید. همه جای دنیا بیاین پرند، شهر جدید پرند خب. نه اونایی که پرندن دیگه پرند مال دارید، پرند مال آشغاله میکنن تو پاچه. آها هدف اینه که به خاک سیاه بشون میپرن. من اینجا رو آتیش میدم خودشون که در سالهای آینده قراره بگیرن. افرادی که دارن اون منظورش هوم یوتیوب نمیرسیم. افرادی که دارن این ویدیو رو میبینن یه خواهشی که دارن اینه که لطفاً به ما راهنمایی کنید که اگر مثلا چیزی از یوتیوب سر در میاریم اینا، حالا یوتیوبر از آن که اینجا نشسته ولی قانون چجوریه وجود نداره، فقط در صورتی که صورت افراد نیفته تو ویدیو، اونم در صورتی خود یارو نکنه. خود مردم داشتن لبخند میزنن یارو داشت. به عنوان صحبت آخر هم ما صرفا محمد اگر چنلش رو داشته باشیم، چنل تو میاری که ویدیو چنل تو کدوم سمت میاری من نشون بدم این بس چنلم هست دیگه. چنلم لینکش رو میذاری؟ نه لینک تلگرامه. تلگرام دیسکریپشن هست. کپش لینک تلگرام توی دیسکریپشن هستش. برنامه‌های یوتیوبش رو ریدی من بدتر از معمولا قیدون میگرم نگرم. لینک چنل تلگرام محمد توی دیسکریپشن هستش. حالا اگر بخواین از برنامه‌های یوتیوبش رو اینا باخبر بشین میتونین ببینین. من رو احتمالاً
خیلی بیشتر نمیدونم میخوای باشم تو ویدیوات یا نه؟ مثل اینکه میخواد. منو بیشتر قراره تو ویدیوهاش ببینین. البته اگر تو کامنت ها بگین اگر غیره من همان کردم. این چی؟ من بهش گفته بودم بیا کنم گیل بده ویدیو هست. تو چه به پرنگ؟ دارم به یارو فوش میدم. میتونست ببین همین الان نزدیک 10 دقیقه این فوتیجه داری تو از 10 دقیقهش 11 دقیقهش داری به یارو فوش میدی. فوش خور و مادر. یعنی من یارو ببین من یه روزی تو رو یه جا گیر میارم اونجا رفیقات بودم اونجا همکارات بودن ببین من لورم سنگ میزنم من با سنگ تو رو میزنم آجر مگه؟ آجر سنگ برق آره یه روزی با برق تو رو گیر میارم با اون روز بات میکردم هی رشته کلامو هی چیز میخوام به میکنی یارو فوش بدم آره هی میخوای به یارو اصلا دلم چیز کنی بیاد. آره برنامه یوتیوبش رو اونجاست یعنی قراره خیلی جدی‌تر پیگیر باشیم و خیلی ممنون میشم که حمایت کنیم و این یعنی یه جورایی خیلی کلیدیه حمایت شما خیلی برای ما کلیدیه و کمک میکنه که ما این کارو شنوره کمک میکنه که ما آره محمد هم همچنان در تلاشه که فوتیجی که از پیمان گرفته رو برگردونه ولی خب شدنی نیست یه جورایی حتی اگرم برگردونه من نمیذارم که بذاره یه تیکش رو فقط میذاریم ته ویدیو که بهتون ثابت کنیم آره که بهتون ثابت کنیم که از فردی فیلم نگرفتیم یعنی من کلا از سقف و خودمون دوتا بودیم ولی خب داریم گیر رو بریم نمیتونیم چیکار داریم میکنیم فکر نکنم اینو بکنیم سانسور کن میخوای سانسور کنی؟ فقط بخاطر این آقای خدایی خیلی آقای مهربونی بود و واقعا این آقا انقدر مهربونه آقایی که اسمشون هم نمیدونیم متأسفانه آقایی که من شما فقط دارین به خاطر همین دارم یوتیوبر شدن رو ادامه میدم آقایی که دارین ویدیو رو میبینین واقعا خیلی ممنونی خیلی آقای خوبه خیلی مهربون و خیلی محترم هستین و واقعا لطف کردین به من نمیدونم به نظرم دلم میخواد بدونم که میخوام آیا یعنی پتانسیل یوتیوبر شدن صدایی نمیذاره نمیرسه میخوام بدونم که آره میخوام بدونم که آیا پتانسیل یوتیوبر شدن دارم یا نه کامنت ها میتونیم بگین که دارم یا نه باید اینو بذارم توی اینستا یعنی احساس کنم باید ریلزش کنم یه قسمتی شما ریلز کنم بذارم اینستا 100% هم از این کافه استوری میذارم 100% 100 چنده بچه ساعت الان 20 دقیقه به 8 شب و عکس مایده عکس خودت دست رو بذار بینی نه داری حرف میزنی تو به کار خودت بعد عکس صاحب کافه رو و به همراه خود کافه رو ما میذاریم اینجا یعنی استوریش میکنیم هم استوریش میکنیم هم میذاریم تو یوتیوب که اگر دوست داشتین حتما بیاین اون چند ده نفری که احتمالاً دارن ویدیوی یوتیوب ما رو میبینن یه تجربه جالب بود دیگه آره احساس میکنم که کل ویدیو سر این رفتش که ما درگیر ویدیوی پرنمال بودیم که مثلا همه چی کنسل شد دیگه میگم یه دختر اومد تو ویدیوم آقا پرنمال رو پاک کرد آره بعد اینکه آقا من یه دختری بود تو ویدیوم یارو چیزه باید بیاد تو ویدیوی من نیاد تو ویدیوم ببین پرنمالیه رو میگیرم پرنمالیه رو میگیره؟ پرنمالیه رو میگیرم میدونی که ممکنه ببینم یعنی من میخوام ببینم یعنی راحت سرچ میکنه ببین من قصدم اینه که ببینم واقعا قصدم اینه که ببینم جدی بستم رو این که ببینم
به هر حال میرم ببین عکس میگیرم نه پرنده شکایت وایسا خانه اینجا بس یه مشتری داره رد میشه اینجا یه دقیقه آره اصلا من به شدت الان اصلا کسی هم رد میشه من سانسر میگم نصف ویدیو الکسیس کرد ایراد نداره ببین الان 6 دقیقه است دیگه یعنی ما 6 دقیقه صرفا صحبت داریم بچه امیدوارم سرتون بعد نصفش هم کات کردیم آره امیدوارم که حداقل سرتون رو نخورده باشن من خب کات میکنم جایی که چرت و پرت باشیم آره اونجایی که با رفتر رو بگو لطفا اونجایی که دیگه داشتیم میلرزیدی و نمیدونم جای خیلی خوبیه دیگه چند بار بگیم من دیگه پرندمان نمیرم حتما میخوای بری سیتی سنتر نه جدی من جدی بچه احتمالا قسمت خرید و بعدی اینا میاد. ولاگمون بره برای تهران چون اینجا متاسفانه زیاد جالب برخوردشون نبود بجز اینجا نه. آخه ببین جالب چیزی آخه سیتی سنتر هم هنوز راه نرسیده جالب ترین چیزی که اینجا داشتن یه دونه ترانوال بود که اون هم دیگه نشد دیگه نذاشتن کافاش قشنگ اینجا به این قشنگی البته مثلا نمیدی همین یه جایی من با اینجا آشنا نبودم یعنی همینطوری داشتیم رد می‌شدیم یهو دیدیم که اوه چه کافه جالب و آقا خوشگل و دفعه بعد چند تا گزینه بهشون بدیم چند تا کافه‌ش گزینه بهشون بدیم کجا اینترستیه. بریم آره توی پرند نه داخل تهران دفعه بعد تهران ویدیوی بعد بهتون چند تا جا رو پیشنهاد بدیم تو که کامنت ها بگید کدوم بگید آره بفرمایید. خودتون میتونید کجا رو؟ پیشنهاد بدید بفرمایید. آره گزینه ها رو بگید گزینه ها رو بگید من این تیکه رو میذارم توی استوری بذار اینم از آخر ویدیو سلام خدا آره ما از کافه اومدیم بیرون یه کافه خیلی خوبی بود و الان فکر کنم بالای چندین کیلومتر رو داریم راه میریم آره چجوری ما رسیدیم مشاهیر اصلا حاجی پشما خیلی با هم صحبت کردیم چجوری اصلا رسیدیم خونه شما عزیز حالا لو نده آقا خونه شون اینجاست خونه شون از شما شناسایی کردید در جوری بیاید خونه‌شون بیاین خونه‌شون بهش سلام کنید با پدرشون هم حتما گیتار میزنه گیتار بیارید ای بابا مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین تا اینجا تحمل کردین تحمل چی بگم زحمت اگر دوست داشتین ما رو داشتن میکردن تو گونی اگر دوست داشتین حتما حمایت کنین سابسکرایب کنین لایک کنین نظر بدین در رابطه با ویدیو نظرات شما میتونه خیلی مهم باشه توی روند این کانال و ایران نباشید همین بچه‌ها ترجیح میدم اگر این ویدیو رو دارین میبینین ویدیوی قبلی کانال ویدیوی لانگ قبلی رو اصلا نبینین بله چون با یه ورژن دیگه ای من طرفیم که نمیخوام براتون پابلیک خراب شه. بشه دقیقاً سر همون ویدیو پرایوت میکنم آره. سر همون مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین و خدا همیشه سلامت باشید دمت گرم بای بای خدا بریم نه خاموش کن گوشیشو دزدیدم گوشیشو دزدیدم تو گیر ندید تو چی؟ آقا رندوم رد شدن گفتن از من بگیری خدایی حال کردم ببین مردم همینطوری حمایت میکنن یکی از بهترین یکی که نه